سلام دوستان، با کانال نکتا خوش آمدید. هر قدر که در اینترنت بگردید و شب و روز آنلاین باشید، اما باز هم چیزهایی پیدا می شوند که شما آنها را بار اول می بینید. و امروز با همراهی من سراغ همین چیزهای عجیب می رویم که آنها را بار اول ببینیم. پس تا آخر ویدیو با ما باشید و لایک ماندن را فراموش نکنید. دوستان، شما тамошо ва рақобатҳои варзишии ҷолибро ҳамроҳ бо як икс боз ҳам ҷолибтар кунед. Регистратсияи осон, пур кардан ва гирифтани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд ва муҳимтар аз ҳама бонус то $100 бо промокоди NECA. маълумотҳои лозима дар комментария ва ба шумо муваффақият хоҳонем. با توجه به اینکه بیشتر آب‌های روی سیاره زمین هنوز کشف نشده‌اند، با همین خاطر پس جای تعجبش نمی‌ماند که ماهی‌هایی را ببینیم که آنها را بار اول دیده‌ایم. در این کانال ما یک جایی چیزهای عجیب و ترسناک را زیاد دیده‌ایم، اما این ماهی خودش چیزی دیگر است. نام این ماهی که خیلی لباسی زیبایی هم پوشیده است، ماهی گراندارد سرخ است. این ماهی خالدارک خوش رنگ در کف اقیانوس‌ها و در چقوری 180 متر زندگی می‌کند. درازی بدن گرنارد سرخ به 30 سانتی متر می‌رسد و بیشتر در اقیانوس آرام و دریای مدیترانه زندگی می‌کند. در نگاه اول به نظر می رسد که ماهی پا دارد و با واسطه پایهای خردکش حرکت می کند، اما وقتی خوبتر نگاه می کنیم آنها با انگشت مانندی دارند. گرنارد سرخ از این انگشتانش برای یافتن خوراک استفاده می کند. خرچنگ ها و میگوهای خردک که در کف اقیانوس پنهان شده‌اند هدف این ماهی سرخ هستند. وقتهایی هم که در جستجوی خوراکش نیست، آن پرهای زیبایش را که به پر شاپرک مانندی دارند می‌کشاید و دلبری می‌کند. دانشمندان هنوز نفهمیدند که سبب داشتن این پرهای زیبا چی بوده می‌تواند، اما آنها تخمین می‌زنند که شاید از آن پرهای زیبا برای جلب توجه جنسی مخالفش استفاده برد و یا با واسطه آن دشمن را ترساند. اما به هر حال این ماهی با این رنگ زیبا و با این پرهای دلبرانش می‌تواند دل هر ماهی را در اقیانوس یابد. حالا رویم از دنیای ورزش خبر گیریم. همه ما می‌دانیم که شرایط آب و هوا در مسابقه‌های ورزشی تأثیری زیادی دارد. این تماشابینان به زمین ورزشی رفتند تا مسابقه بیسبال را بینند و از شنیدن صدای توپ و چوب دست ورزشگران لذت برند. اما چنانه که در این کلیپ می‌بینیم، به خاطر باریدن باران و این رعد و برق‌های شدیدی که در آسمان دیده می‌شود، نه تنها از شنیدن این صدا محروم شدند، بلکه شاید تماشابینان از ترس رعد و برق‌ها از آنجا گریخته رفتند. Yankee Stadium. Moments ago. این تماشابین ها که برای تماشای بازی بیسبال رفته بودند خیلی ترسیدند و آنها خیلی تشویش بودند. حالا کلیپ را به طوری پررو می‌بینیم تا از دیدن آسمانی زیبا لذت بریم. چنانه که می‌بینید وضعیت آب و هوا خیلی بد بود و مسئولان مجبور شدند که بازی را منع کرده آن را بعد 2 ساعت برگزار کنند. آسمان خیلی زیباست و در آن ابرها و پرنده ها را می‌بینیم، اما بعضا در آنجا شکلی کله هم دیده می شود. با دیدن این سری کلان در بین درختها آدم فکر میکنند که در دنیای فیلم های ترسناک گشته ایستاده است. اما وقتی نزدیکتر شویم میفهمیم که آن کله چی بوده است. این کله را بر فراز پارک ها در توکیو رها کردند و به طور دلخواه است در آنجا حرکت کرده ایستاده است. شاید باور نکنید، اما این کله یک اثر هنری با نام میانوم است. در یک جشنواره کلان هنرمندان تصمیم گرفتند که این کله ها را طراحی کرده در فضای شهر رها کنند. و جالب است بدانید که معنای کلمه مسیومه یعنی رویایی است که به حقیقت پیوسته است. سبب این نامگذاری هم این است که هاراکوچی یعنی برگزار کننده این جشنواره وقتی که خواب بوده است این ایده به سرش آمده است. بلندی این سر 20 متر بوده، شکل یک شهروند ناشناسی توکیویی است. شاید این شهروند بیچاره وقتی سر کلان خود را در آسمان دیده است از تعجب شاخ برآورده است. شاید برای شما هم پیش آمده باشد که شما کودک یگان کس را به آغوش میگیرید و هرچند که کودک زیبا نیست اما او را در آغوشتان گرفته دوستداری میکنید و به او زیبایی که من میگویید.
حالا به این نوزادکان نگاه کرده بگویید که اینها چی بوده میتوانند. این نوزادکان خردکک چوجه های خارپشتک هستند. این موجودک ها مثل زبانی هستند که در بالایش خار دارد. هرچند که آنها زیاد زیبا نیستند اما عجایبند. بعضی از آدمان هم میخوان آنها را همچون حیوانی خانگی نگهداری کنند، اما کسانی که در آمریکا زندگی میکنند میدانند که در بعضی ایالت های آنجا نگهداری خارپشتک غیر قانونی به حساب میرود. شاید با خودتان فکر کنید که وقتی روزی نو از راه میرسد و آفتاب میبراید همه مشکلات حل میشود. حالا این کلیپ را تماشا کنید تا فکرتان عوض شود. Okay, this is Vancouver, BC. I left this pan the whole morning. Let's see if we can fry an egg. сковородка در اینجا به اندازه گرم شده بود که برابر شکستن تخم آن قریب که پخت. روز 28 ایونی سال 2021 یک موج گرمایی خیلی بلند شهر ونکوور کانادا را تحت تاثیر قرار داد و حرارت هوا آن روز به 32 درجه سانتیگراد برابر شده بود. بعضی از آدمان آن روز به حوض ها برای آب‌بازی رفتند و یا اینکه نوشاکی ها و یخ ها را می‌خوردند تا خودشان را سلقین کنند. اما ارتور از بریتیش کلمبیا تصمیم گرفت که از این حالت استفاده برده برای خودش تخم پز زد. کی فکر میکرد که بوس‌ها هم این بازی را دوست می‌دارند. این موجودات چارپا در حقیقت خیلی کنجکاو و شوخ هستند. این صحنه را در اوهایو ثبت کردند و این بوزک که نامش الکس است با دوستش جونیور بازی کرده ایستاده است. معلوم است که جونیور این بازی را معقول نکرده است و برای یافتن بازی دیگر می رود، اما الکس با بازی کردنش ادامه می دهد. شنیدن صدای خنده صاحبشان تنی تادیسون به خنده آور شدن این صحنه بیشتر یاری می دهد. حالا به سراغ رابطه انسان با حیوان ها می رویم. اینجا یک پسر جوان را می بینیم که در فلوریدا به همراه آیلش لاتکرانی و آببازی کرده ایستادند. آنها با هم شرط می بندند که کی می تواند به ماهی تورپل نزدیک تر شود. این جوان هم یک ماهی را به دستش گرفته به آب نزدیک می کند و دوام آن را خودتان می بینید. معلوم است که ماهی تورپل خیلی گرسنه بوده است و دست پسر را تا آرنج قریب که خورد. شاید باور نکنید اما کاری که این پسر کرد یک راهی صید کردن گربه ماهی در ایالت‌های جنوبی آمریکاست. هرچند که در این روش صید کردن ماهی‌ها دست کسی نمی‌شکند، اما بیشتر در دست‌ها و انگشتانشان زخم‌های پیدا می‌شود که بعد چرک می‌گیرد و بعضی از آنها مجبور می‌شوند که انگشتان دستشان را بریده پرتایند. عائله این پسر هم شرط کرده بودند که اگر پای دندان ماهی هرچی بلندتر در دست آنها باقی ماند، آنها $20 را برد می‌کنند. در حقیقت این شرط عجایب و احمقانه است. اگر از تارتنک‌ها می‌ترسید پس این قسم ویدیو را تماشا نکنید. و فکر شما در اینجا چه حادثه روی داده ایستاده است؟ این تارتنک نامش راز است و یک مرحله انکشاف خودش را گذرانده ایستاده است. در واقع او خودش را از اسکلت خارجی بدنش رها می‌کند. در واقع این مرحله 6 ساعت دوام می‌کند و ما سرعت پخش ویدیو را بلند کردیم تا آخرین مرحله را ببینیم. با اینکه این حادثه خیلی ترسناک به نظر می رسد، اما فکری راز دیگر است. رزل ها به مثل ما اسکلت ندارند که توانند از عضوهای داخلی بدنشان حمایت کنند. آنها به جای اسکلت یک پوششی اسکلت مانندی بیرونه دارند. اما گپ در آن است که این اسکلت بیرونه به مثل اعضای بدنش انکشاف یافته کلان شده نمی تواند. برای همین راتل ها مجبور هستند که خودشان را از درون آن برآورده آزاد شوند.
میتوان گفت که این روند به مثل روند پوست پرتافتن مارها به حساب می رود و آنها برای ادامه زندگی باید که این کار را بکنند. هر چقدر زنجیر کلان را در زندگیتان دیده بودید فراموش کنید و به این ویدیو نگاه کنید. این زنجیرهای کلان همان زنجیرهایی هستند که لنگری کشتیهای کلان را نگاه می‌دارند. اگر این مردها در این رسم نمی بودند هیچ کس اندازه کلان این زنجیرها را نمی‌فهمید. به هر حال برای نگاه داشتن کشتی‌های به حد کلان مثل کشتی‌هایی که هواپیماها را میبرند و یا بار میبرند باید از زنجیرهای کلان استفاده بود. البته وزن این زنجیر در برابر لنگر آن خیلی کم به حساب می‌رود، اما باید توجه داشته باشیم که همین جسم‌های آهنی این کشتی کلان را نگاه می‌دارند. به همین خاطر این کشتی‌های کلان می‌توانند در بین دریا به حرکت باقی مانند و از جایشان نجنبند. در این قسمت هم به سراغ مارها می رویم تا فهمیم که تا چه اندازه خطرناکند. صاحب این خانه چنان به تقدیر بوده است که یک ماری 2 متر و 40 سانتی متر در سقف خانه‌اش زندگی می کرده است. شاید این مرد که نیت قپیدن مار را داشت پیشکی فاتحه خود را خوانده بود و می دانست که با کی روبرو شده ایستاده است. از شکم کلان مار معلوم است که او الکی خوراکش را خورده سیر کرده است و امیدواریم که این شکم کلان به گربه این خانه ربطی نداشته باشد. تشکر که تا آخری برنامه با ما بودید. برای بخبر نماندن از ویدیوهای نوبتی ما با کانال ابونه شوید. لایک ماندن را فراموش نکنید.